درس بعدی میشه نشانه هایی که حالت این مدلی به صورت کلی اینطوری و حالت چسبانشون اینطوریه، مثل ت، مثل ب، مثل پ و مثل س. از این ورم دوباره میشه ت، ب، پ، س، در واقع ای و نون. میخوایم اینا رو تمرین کنیم که با صورت کلی بهش میگیم دندونه ها. پس میخوایم دندانه ها رو تعریف، یعنی شکلشون رو بکشیم. اولین کار میریم سراغ معروف ترینش. معروف ترین و پرکاربردترین نوع این حرف که ما قراره بنویسیم به این شکله. دستم رو نگاه کن. دستم رو از روی خط شروع میکنم. یه کوچولو میام بالا. یه کوچولو میام بالا، برمیگردم روی خط و در انتها میرم بالا. عین آه. هم از اینجاها قوس داره، رقص داره، هم از اینجاها باید شکم داشته باشه. در مورد جای خالیش، اینجاها به اندازه یه نقطه ما بالاتر از خط میایم و اینجاها هم باید بالاتر از این ورش باشه، به اندازه حدوداً یه نقطه. حالا من این رو مثلا نشانه ت در نظر میگیرم. ببخشید یه بار دیگه بکشم. پس یه کوچولو میام بالا، برمیگردم روی خط و مجدد میبرمش بالا. این رو مثلا نشانه 3 در نظر میگیم. در مورد نقطه هم نگاه کنید. شما میتونید 3 تا نقطه کنار هم بذارید یا میتونید 2 تا نقطه بذارید و یه نقطه بذارید بالاش که بشه نشانه 3، بسته به فضای خالی شکلتونه. پس پرکاربردترین نوعی که ما مینویسیم اینه از نشانه هایی که دندانه دارن یا دندونه حساب میشن. اینه قوس این و ابتدا و انتهاش بازم میگم کاملا وابسته به فضای خالی متن شماست. شما ممکنه یه جای قوس کمتر بهش بدید، یه جای قوس بیشتر باید بهش بدید، اما باید متفاوت باشه با آیی که میکشید یا با باقی نشانه هاتون، یعنی مشخص باشه. برای بقیهش چی؟ یه ذره کاغذ رو من بدم این ور. بقیهش چی؟ برای بقیهش شما دستمون رو میذاریم بالای خط و یه نقطه بزرگ میکشیم. حالا از ادامه این دستم رو میذارم روی خط، میام بالا. این رو مثلا میتونیم نشانه ب در نظر بگیریم. پس یه بار دیگه میکشم. سعی کنید اول و آخر اینم یه اندازه باشن، یعنی توی یه راستا قرار بگیرن. پس دستم رو میذارم روی خط، میام و برمیگردم رو به بالا. این مثلا 3. یه مدل دیگه داره. شما یه دونه آ میکشید، یه دونه آی خیلی کوچیک میکشید، دوباره مثل همین ادامه میدم، میام بالا. این رو مثلا میتونیم پ در نظر بگیریم. پس یه بار دیگه من یه دونه آ میکشم، میام و در آخر هم میرم به سمت بالا. میخوام نقطه ها رو نشونتون بدم که در حالت های مختلفی میتونید شما نقطه بذارید. اینم از اینا. پس 3-4 تا شکل ازش کشیدیم، 1 2 3 تا. یه مدل دیگه هم داره اما پرکاربردترینش اینه. حالا این دوتا خدایی استفاده هاشون زیاده. یه کوچولو بلند شه، بریم برا بعدی. خب یه مدل دیگه هم هست. حالا من خودم این مدل رو دوست دارم ولی خب کاربردش کمه. همین اینی که اینجا کشیدیم رو میکشیم، آخرش دستمون رو رها با نوک قلم ادامه میدیم. مثلا این باشه حرف ت. پس میکشیم، آخرش رو دستمون رو با نوک قلم ادامه میدیم. مثلا نشانه
سه. خب این از نشانه‌هایی که آخر قرار میگیره که پرکاربردترینش هم شد اینی که اینجاست، این. اما در مورد اونایی که آخر نیست چی، یا میشه گفت دندونه هایی که داریم، دقیقاً همونان ولی کوچولوتر. پس پرکاربردترینش میشه این، میبینی کوچولوه و دو طرف بنزه یه نقطه است و این معمولاً همراستای همن، میبینی؟ پس پرکاربردترینش اینه. اما شما ممکنه از این، من اینو نه در نظر میگیرم، یا این هم استفاده کنید، این رو ت در نظر میگیرم. پس یه بار دیگه من اینو بکشم، دستامو یه ذره میارم بالا و برمیگردونم سر جاش. این نباید خیلی بزرگ بشه ها. حالا الان من اغراق شده دارم میکشم، این کلا یه ذره است. یه بار دیگه همه رو یه بار دیگه بکشم، این و اون هم این یکی. این رو مثلا 3 در نظر میگیریم، این رو نه و این رو ت. بریم چند تا کلمه باهاش کار